ترجیح میدم مهمون خودش بکشه هر چقدر دلش میخواد. ولی اینکه این کارو کردم از من خیلی کار خوبی بود، خیلی حرفه‌ای بود. من این کارو دوست داشتم. چه عجب نمک نپروندی. البته من یه قسمت از آونم چیز شده بود، کار نمی‌کرد. بله. مجبور شدم که صبح رفتم یه دونه چیز خریدم. یه دونه از این آونه دستی گرفتم که با اون بتونم کار دوتاشو انجام بدم، چون می‌خواستم همه رو با استیشن با کیک من بپزم. آونه دستی چجوریه؟ از این آونه حالت هم گریل هم آونه، دستت میگیری بعد میزنی تو برق میسی خودتو بچرخونی. چه جالب. اون پرسش این پاسخ هم داره، تحویل بگیر. نمکتون خیلی جالب. گفتم ما اومدیم عرق کرده بودیم. چی؟ گفتم ما اومدیم عرق کرده بودیم. آره. کل روز احتمالاً. خب دیگه بالاخره یا آون هست یا نیست دیگه، آون دستی و پایی و اینا. من نه آخرا حتی توضیحشو نفهمیدم چون قضیه رفت تو جوک و خنده و اینا. ولی بعد ازشون بپرسم دوباره. آقا رسول واقعا سلطنتیه. خواهش می‌کنم. خیلی خوشمزه است. نوشیدن چون اگه دوست داشته باشی. غذای اصلی خیلی خوب بود. خوشمزه بود. ولی در اون حدی که اسمشو بذاریم مرغ سلطنتی نبود. ولی در کل خوشمزه بود. اسمش حالا مرغ سلطنتی یا مرغ فقیر و هر مرغی بود، مرغ خیلی خوبی بود و خوشمزه بود. من غذای اصلی دوست داشتم، خوب بود. نمکش که خیلی کم بود. معمولاً رو حساب رامین نمک کم داده بود. مراسمی مرغ باید خصوصا که به این شکل تیکه تیکه سرو میشه، مرغ باید خود پخته تر باشه. خشک بود، برنج خیلی خشک بود، سسش خیلی خوشمزه بود ولی اصلا هماهنگی با اون برنج و مرغ نداشت. دیشب این تمام زحماتا مال ساختن خراب کردن همه بالا من بود. ساختمون رو دیدی چجوری خراب کردم. شما نمی‌رسید. رخت به من ندادی. شما مثل المپیک شرکت کن. اصلا اینقدر وارد بودی حتی نظر نخواستی، خیلی کارتو به سرعت انجام بدی. خیلی قشنگتر بود اگر رسول یه نظرخواهی هم میکرد، یعنی سوال از من میکرد که خب چی کار بکنیم یا اگه اینو بزنم خوبه. حتی مهلت اینو نداد که من نگاه بکنم. وقتی شما داشتید انجام میدادید من لذت میبردم ولی وقتم به من ندادی من یه نظر بدم بگم منم انگشتمو به کجا بزنم. از این که بازی فکری بود، اگر منم شرکت داشتم لذتم بیشتر بود. آره ایشون تمرین داشتن ولی خب تیم ما خیلی قوی تر بود. بله. چرا؟ معمولا وقتی که ما چه کلکی زدیم؟ ای بابا جلوی 4 تا چشم و دوربین و اینا ما چه کلکی میتونستیم زده باشیم. یه خورده همچین به خاطر اینکه موضوع رو لوس کنن یه خورده جالب نبودش. کلک این بود که حساب کرده بودی اونی که آخر سر میمونه. خب اگه من اون دیگه برمی داشتم دیگه نمیدونم هیچ بیسی دیگه نبوده. من اگه آیکیوم در اون سطح بود تو Who Wants to be a Millionaire شرکت میکردم. بفرمایید شما. خب به هر حال ما بردیم، تیم ما برد. شما خودت از اون اولش گفتی اگه بردیم چی میدی، اگه بردیم چی میدی، یه فکر باختو نکردی. اگه باختیم دو تا گیم هست، دو تا بازی هست. ایشون نکته خیلی خوبی شما جواب منو ندادین آقای. شما ما دیشب بردیم داستان چیه بالاخره؟ من و رامین یه گروه بودیم، ما بردیم ولی خب ایشون هیچ صحبتی نکردن که خب حالا شما بردیم ما یه جایزه ای رو باید به شما بدیم. وقتی ما بردیم دیگه صدای ازش در نیومد که مثلا از این داستان که این بالاخره تکلیف برنده چیه. امشب دعوتتون کردم. جدا ای بابا واقعا شما خیلی جالبه. این رفت جای دیشب. شما کجایی هستی آقا رسول؟ گفتن که نه شما اومدین امشب اینجا. گفتم خب اون که باید می آمدیم که اصلا بحثی درش نیست. به نظر من امشب که اگر حرفی زده بود و خودش پیشنهاد کرده بود خب باید دلیل بهتری می آورد.
شما چی در نظرت بود برای اون بازی؟ بالاخره شما خودت مطرح کردی، ما که توقعی نداشتیم که نمیدونستیم من میبریم یا میبازیم، ولی خب شما خودت گفتی اگه بردین چی میخواین به ما بدین؟ یه 400 تومن خیلی با اعتماد به نفس شدید گفتین که من فکر کنم بازنده در حال بگم مهمونی رو تکرار بکن. بله خیلی فکر خوبی. در حال من این قضیه رو انقدر دنبال میکنم که به یه جایی برسه. آره دنبال کن به یه جا برسه. فقط رامین جان آقا رسول هم سن و سالت نیست اونجوری باهاش صحبت میکنی، اونجوری باهاش شوخی میکنی، یا یکم احترام بزرگتر نگهداری بعد نی واسه خودت. قضیه هستی به نظر من خیلی عالی بود، همون چیزی که خودم دوست داشتم همشون هم دوست خوردم. هما خانم و ترنا خانم چون سایز موقعم بزرگ بود نصفشو گذاشتن تو دیس، نصف دیگر رو خوردن. و آرامی که خب خیلی دوست داشتن و از سوسی که درست کرده بودم حتی از من پرسن که چجوری درست کردم که طرز دستور درست کردنشو بهشون دادم که خیلی خوششون اومده بود و اینم بشقاباشونه که من خیلی راضی. بفرما. آقا رسول پشت سر رامین بهش میگه آقا رامین، بعد اون رامین جلو خود آقا رسول با آقا رسول شوخی نامربوط میکنه، احترام بزرگترم نگه نمیداره. اینم دسر آقا رسول چاکلت فاندنت زحمت کشیدن درست کردن، دستشون هم درد نکنه. اصلا تو تریپه تو جو رامین من نمیدونم. خود آقا رسول به طور کلی میزبان خیلی خوبی بود، خیلی سعی کرد به همه خوش بگذره، سعی خودشو کرده بود که در حال از مهموناش به طور احسن پذیرایی کنه. من فکر میکنم توانش در همین حد بود. تا الان قضیه تا حالا قضیه خوب بوده، ولی خب من خیلی ترجیح میدم که به هر حال، چون ما تا راجع به موضوع خاصی امشب صحبت نکردیم و من فکر میکنم که حوصله بیننده ها شاید سر بره. خیلی ممنون، مرسی. و من در ضمن یه سورپرایز هم دارم، حالت گیمی که بتونم رقیبمو شکست بدم با گیم. من آرزو بر جوانان عیب نیست. نه رقیبو که خب شکست بدین، خب بالاخره یه طرف بازی برده، ولی این گیم باخته گروهیه، میتونه همه انجام بدین. شما هنوز جواب ما رو ندادید. دقیقاً شما باختید. من فردا شب با وکیلم میام توی مهمونی که قضیه روشن شه. سرگرمی که امشب آورده بودن خب شیشه شراب بود، زیرش یه دب‌بندی گذاشته بودن، گفتن باید اینو بدون که شیشه تکون بخوره دب‌بندی رو ازش بیاری بیرون، بدون که دست به بطری بزنین دب‌بندی رو از زیرش بردارین که بطری نیفته. از ایناست که وای میسی کنار با سرعتی رو میکشی؟ شما انجام بده، هر جوری فکرشو میکنی. خب پس برن دسرتون رو میکنین و یه خورده انرژی بگیر. میتونیم دب‌بندی رو بچرخونیم؟ به دب‌بندی میتونی دست بزنی ولی به بطری نمیتونی دست بزنی. با وجود اینکه کار مشکلی بود ولی یه چیز خیلی پیش پا افتادی بود به نظر من. بس یا همونجوری اون دب‌بندی رو مستقیم بیارید به این طرف. یکم بذاریم بعد زودتر میاد. خب حالا دست بزنیم ببینیم چیزی میشه یا نه. جنس دب‌بندیش هم خوبه. اون ریشه برای اینه وقتی فکر کردن باهاش ور بری. من فکر کردم مثلا همجوری قشنگه. من فکر کنم این دب‌بندی رو بچرخونیم به این سمت خب که فاصلش کمتره. بچرخونیم کدوم بچرخونم؟ از این سمت به سمت این که فاصلش کمتره. دب‌بندی هم خوب بود ولی میگم باز به عنوان گیم نمیشه گفت، ولی باز یه حالت معما بود، یعنی خوب بود. من کلا معما رو خیلی دوست دارم. تو خودت آخه معمایی کلا. شما لطف کنید این قضیه رو. خب گفتیم به بطری دست نمیزنیم. یه حالت صیقلیش میکنیم. سیستم موکل لوله کردن. شما فرشویی کار میکردی رامین جان، موکتین رو لوله میکردی. این دلمای قشنگ درست کردی. شما دست به پیچتون خیلی خوبه. خواهش. خب حالا اینکه دوست داریم امتحان کنیم. زیاد خوشم نیومد از
برنامه بازی. چرا؟ خوب بود که. خب من فقط بخاطر اینکه میخوام دوربینم بگیره که من چی کار میکنم بعد بیام کنار شما، من این دوتا رو در اینجا میذارم. گفتم به هیچ عنوان دست نباید زده بشه. اینو به این صورت میگیریم. دیگه نشد دیگه. نه دیگه این ما رفتیم تو داستان. من یه سوال ازت. به نظر من باید میگفتم بدون هیچ وسیله، چون اگه قرار باشه حالا دیگه دست بالاخره بعضیا میتونن با انگشتای پا این کار انجام بدن، ولی اینو مطرح نکرده بودن. ولی خب جالب بود. نه دیگه دومیشو من زیاد حال نکردم خودش. یعنی خب شما تصور کنید یکی از خانم‌ها اصلا میفهمید که راش اینه. بعد یعنی البته شما که تو بار بودین تخصص والا ما با دندون در نه دوره کوکتل که باشین یکی از کامپیتیشنایی که تو بارا میذارن همینه. میتونی اونا مثلا اگه یه جمع خیلی دوستانه نزدیک همدیگه رو میشناسن و باشه انجام بده. خب به هر حال دو تا خانم اونجا بودن، من همونطور که اون سر میزم گفتم من زیاد با این زیاد حال نکردم. شما که هر شوخی از دستت برمیاد واسه تخریب آقا رسول جلو خانم‌ها انجام دادی که حالا نگران یه تیکش بودی فقط آب خوردی. تو کاغذ نشد فاندنت. حالا ما فاندل هستش یا فاندل هستش. دسر قشنگ بود، خوب بود. من ولی چون به خاطر مشکل خودم نخوردم، ولی دسر خوبی بود. دسرش فکر شد شاید خوب بود. من میگم رو شیرینی زیاد چیز نیستم. یعنی چی شاید خوب بود؟ مگه نخوردی؟ من دوست نداشتم حقیقتا چون چیزای چاکلتی دوست ندارم. من فکر کنم که فکر میکنن که من اینا رو بیرون خریدم که من واسم مهمی، چون خودم میدونم خودم درست کردم و هپی هستم و خیلی خوشم. ما فیلم برداری کردیم، همه رو بعداً میبینن دوستان. بله با تموم شدن دسر یعنی شب تموم شد. بریم ببینیم چه نمره. من به خودم میدم 8 هستش. 8 میدی به خودت. حالا شاید اون 2 امتیازی هم که میگم شاید بیشتر باشه، ولی کمتر از 8 فکر نمی‌کنم برام باشه. به رسول نمره 5 رو میدم. ای هما خانم. آقا رسول امتیاز 6 رو میدم. من بین 1 تا 10 نمره 7 رو میدم و 3 نمره‌ای که کم کردم یکی به خاطر شیرینکاری دندون که همونجا هم گفتم و تو استارترش هم من فقط کشک بادمجون رو دوست داشتم و 1 نمره به خاطر اون و اینا مین کورسش رو دوست داشتم، خوب بود. دسرشون هم خوب بود. دلیلش به خاطر پذیرایی خیلی خیلی ساده و زحماتی که برای اون میز شلوغ و غذای خوشمزه‌ش. ساده بود اون پذیرایی؟ خیلی زحمت کشیده بودن، غذاها مزه خودش رو نداشت و انقدر که این زحمت زیاد بود باعث شده بود که از مهموناش دور بیفته و تو جمع نباشه. عجب. آقا رسول 18 امتیاز گرفتن و به شب 3 باید بریم خونه ترانه خانم ببینیم ایشون چی کار. من زنگ زدم اون کمپانی که دیشب گفتید و ایشون گفتن من همچین چیزی رو تا حالا نشنیدم. رسول حالش گرفته شد با این حرفی که رامین زد. چون خونه من بود ترسیدم از هم دلخور بشن و شبشون خراب بشه. شما خودتون کیترینگ داشتید، باید بدونین که یه وقتش ایرادا سر این چیزا میشه و به نظر من باید آدم دقت بکنه. بله. هما خانم نکته‌های خیلی ریز رو دارم میبینم. برام فرق نمیکنه، اگرم ناراحت شده باشه مشکل خودش. شما ببخشید کچلی. بله. خیلی جا برنامه خوبی ترانه‌شون گذاشته بود، جالب بود. شما مادرتون دوست دارین؟ خیر. شما خواهرتون دوست دارین؟ خیر. باریکلا، زنده باد.